سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل ارمانی آنلاین. تو این ویدیو براتون یه برنامه رو معرفی میکنم که میتونید رایگان بیت کوین ماین کنید. بسیار برنامه خوبی هستش، حتما تا آخر برنامه ما باشید. حتما چنل بنده رو سابسکرایب کنید تا به منم انرژی بدید و یه لایک و کامنت خوشگلم میذارید تا حسابتون بره. بریم سراغ این ویدیو. خب دوستان، این برنامه هستش، برنامه بیت کوین ماینینگ که شما باید میتونید از گوگل پلی برید و دانلودش بکنید. وقتی که دانلود کردید کافیه که روی اوپن بزنید و حتما با فیلتر شکن وارد بشید. خب وقتی که وارد برنامه شدید از شما میخواد که آقا اینجا یه کد کپچا رو حل کنید و بعد واردش بشید. خب اینجا میگه که اینا رو حل کنم. من این دو کد کپچا رو حل کنم. خب وقتی که اینو حل کردید روی استارت لینک بالا میزنید و تا وارد برنامه بشید. خب سعی میکنید تا وارد برنامه بشید. خب الان وارد برنامه شدیم و ابتدا که برنامه که وارد میشید ازتون میخواد که با گوگل پلی وارد بشید و میتونید به خیلی راحت بزنید و با گوگل پلی وارد شدید. وقتی که وارد این برنامه شدید چیز خاصی نداره، فقط بگه یک قسمت هم میگه که آقا اشتراکشو بخر، ولی ما با قسمت رایگانش کار داریم. خب اینجا میتونید این کلام کانتنت رو بزنید و تو 8 ساعت بعد براتون ماین کنه. الان اینترنت یکم ضعیفه. خب همونطور که مشاهده میکنید برام اون بالا ماین میکنه. کلوز رو بزنم اینجا. هر 8 ساعت میتونم من اینو دریافت کنم و برام ماین کنه. یه چیز دیگر هم این بالا براتون نشون بدم اینه که روزانه براتون دیلی بونوس میده و علاوه بر این قدرت دیگر رو هم میده که دوباره مان کنید. اینجا چیز خاصی نیست، پایین قسمت کنترکت میتونید ماین هاتون رو نشون بده و اینجا میتونید ببینید که چقدر مان کردید. قسمت پایین قسمت ولت هستش که برای برداشت هستش. کافیه که روی ویندرا بزنید و 3 تا ارز، مثلا ارز هستش BEP20 بیت کوین بلاک چین یا بیت کوین لیستینگ، ترجیحاً روی BEP20 بزنید و آل رو اینجا قرار بدید و آدرس رو بدید و کانفرم رو بزنید. خب حتی اگر به میلیون برداشت این گرده که مشاهده میکنید که به احتمال زیاد خیلی طول نکشه که شما به این گرد برسید. کافی که اون گفتم که دیلی ها رو بگیرید و قدرتتون افزایش پیدا کنه. اینجا ارنمور هم که گفتم اینجا دیلی هستش، دیلی ها رو مشاهده میکنید. من اگر روی کلام روایت بکنم روز اول دیلیم 1x خواهد بود و اینجا دوباره دیلی رو برام داد و همونطور که مشاهده میکنید این دیلی هم برامون 7 تا قدرت داد. 4 تا قدرت دیگه داشتم، شد 11 قدرت که اینجا میتونید دیلی ها رو روزانه دریافت کنید. خب دوستان، من اینم از این ویدیو، دیگه چیز خاصی نمونده، به چیز خاصی دست نزنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما این دو ویدیو که اینجا میاد حتما ببینید و تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.